سلام دوستان، امروز میخوایم یه آبگوشت خوشمزه با گوشت گوسفندی درست کنیم. مواد لازم: سیب زمینی قارچ شده، گوشت گوسفندی به مقدار لازم، پیاز، میتونید رنده کنید، میتونید خلالی کنید. نخود من از قبل پختم، میتونم یک رو به آخر اضافه کنم، همزمان با گوشت اضافه نمی کنم چون وا میره. زردچوبه، ادویه، نمک رو زیر قابل من رو روشن میکنیم. آبگوشت رو خیلی ها همینجوری بدون روغن گوشت و پیاز و همه چیشو همین اول میریزن میذارن میپزن، اما به خاطر اینکه روی زخم گوشت و پیاز از بین بره یه تفت خیلی کوچولو با روغن خیلی کم، چون گوشت گوسفندی خودش دنبه داره. پیاز رو اضافه میکنیم، تفت خیلی کمی میدیم. خب بعد از اینکه گوشتمون با پیاز تفت داده شد، زردچوبه و ادویه رو بهشم اضافه کردیم، آب جوش ریختیم، سیب زمینی و نخودش چون پخته شده است یک رو به آخر اضافه میکنیم با نمک. الان در حال جوشیدن کمش میکنیم، میذاریم تا بپزه. خب الان آبگوشت ما گوشتش پخته، ما سیب زمینی رو اضافه میکنیم، نخود رو اضافه میکنیم، نخودمون پخته بود، و نمک. و هم میزنیم، میذاریم 10 دقیقه تا یه رو نخود و سیب زمینی، تا وقتی که سیب زمینی بپزه که طعمش به هم دیگه جذب بشه و خوشمزه بشه. اگه ویدیومون تا اینجا براتون مفید بوده لایک کنید. لایک زدنتون باعث میشه که ویدیو مقابل افراد بیشتری قرار بگیره که علاقه به آشپزی دارن. اگر میخواید ویدیو بعدی ما رو از دست ندید، میتونید تو کانال سابسکرایب کنید.